سلام به همگی، خوش اومدید به کانال مستر خلاصه. بریم سراغ قسمت 9 فصل دوم عشق ابدی. خب این قسمت با تعریف کردن خاطره یاشار، یه خاطره خانوادگی از یاشار شروع شد و جوش خوردن مجدد رابطه نازنین و جاوید. مهیار تلاش کردش که با جملات لاوستوری و فان به کیمیا نزدیکتر بشه. کیمیا کیس جدید مهیار هستش برای آشنایی و پارتنر شدن. بابا بگو دیگه. بابا مگه میشه خسته نباشی؟ نه خدا خسته نیستم. اصلا امکان نداره. نیستم. خسته ای؟ نیستم. آخه دیشب تا صبح تو ذهن من بودی. داشت دعوا میکنه نه خوب بود. یاسمین جلوی نازنین نشست و خیلی علنی مخالفتش رو با رفتار نازنین اعلام کرد و تلاش کردش که مشکل بینشون رو حل کنه. روژان داشت صحبت میکرد مثل اینکه من ناراحت میشم. خب برگشتی بهش گفتی که چی؟ گفتی چرا داری به چشمای جاوید نگاه میکنی؟ خب ببین اگه قراره که تو میگی قراره با هم شاید بعد بریم سفر. من نگفتش به سجاد. و من فکرم چون داشت به ایشون نگاه می‌کرد یه جمله رو گفت نگو داره به سجاد میگه ولی به ایشون نگاه میکنه. برای من چیز بودم من خودم مثلا به همه پسرا به دخترا میگم عزیزم این به این معنی نیست من منظوری توی حرفم دارم، من خودمو دارم میگم. عزیزم گفتن. روژان با یک گاردی امروز شروع کرده نسبت به رابطهش با احسان و از اینکه رابطهش پیش نمیره یه کمی ناراحته و داره کمی بهونه‌گیری میکنه نسبت به رفتارهای احسان. مهمان جدید وارد ویلا شد. مهمان جدید یه پسر به اسم فردین، اهل شیراز، 35 ساله. فردین الان تو کار مدلینگ و تو ایران هم یه دونه سالن زیبایی داره. روژان وقتش با سجاد صحبت میکرد به سجاد گفتش که به من میگی که من وقتی ازت یه چیزی میپرسم میگی شاهدم کیه؟ میگی دومم. یعنی همیشه سجاد رو به عنوان شاهد معرفی میکنی و این حرف باعث ناراحتی سجاد شد و بعد سجاد توی حرکت دیگه‌ای به روژان گفتش که با دست با من صحبت نکن و اصطلاحاً گرفت روی روژان و باعث ناراحتی اون شده. چرا من میدونم رو با دومنه چیه؟ اصلا حرف قشنگی نیست قربون برم بعد بریم اصلا این مثال این ضربون مسئله. بابا ولش آدم‌هایی که ببین یه چیزی بهت بگم، لاله فلانه شوخیه، اون شوخیه، این ضربون مسئله. وقتی صحبت کنم من شاید ندارم. چی؟ یه بالا از من صحبت دارم صحبت میکنم، مگه اینجوری من با همه اینجوری صحبت کنم؟ مرسی بابت همراهیتون. لایک و سابسکرایب یادتون باشه. ممنون از حمایتتون.